سلام برابکس به چنل اینوس خیلی خوش اومدید. قراره که بیتای پروژه امیری رو با هم باز کنیم ببینیم چه خبره. برو بریم. خب قبل از اینکه شروع کنم آقا یه مدت نبودم روی چنل فعالیت نداشتم، یه ذره خب کارهای مختلف داشتیم، ریلیزهای موزیک مختلف داشتیم، ولی مهمتر از همه فکر کنم به خاطر کنگو شادی بود که کم ویدیو گرفتم. ولی خب بالاخره این ستاپو چیده بودیم برای لایو بیت بتل، گفتم از همین ستاپ استفاده کنم بیام سریع چند تا ویدیو بگیرم براتون. اول میخواستم بیتای امیری رو جدا پروژهشو باز کنم که بهتون نشون بدم، ولی دیدم خب اینجوری بهتره که چون خود امیری یه پروژه است همه بیتاشو هم توی یه ویدیو باز کنم. خیلی خب پرحرفی نکنم، لایک و کامنت و ساب یادتون نره. سوالی چیزی اگه راجع به بیتا بود حتما توی کامنت ازم بپرسین، تا جایی که بتونم سعی میکنم جواب بدم و اینکه دیگه معطل نکنیم. برو بریم برای ویدیو. خب اولین بیتی که میخوام راجعش صحبت کنم توی این ویدیو بیت خود امیریه، یعنی اولین بیتی که پلی میشه توی ویدیوی امیری. این بیتو بیشتر کاراشو سهیل و یانگ سپیسی انجام دادن. من خیلی نقش پررنگی توی این بیت نداشتم، یعنی سمپلش که سهیل درست کرده و چاپ کرده، بقیه کاراش هم درامزش و اینا هم یانگ سپیسی زد. خب اولین ساوندی که این بیت داره صدای این ویالونیه که خب یه جورایی میشه گفت ساوند مینشه. من دقیقا نمیدونم که اینو با چه VSC بچه‌ها زدن، چون فایل آدیوش فقط اینجا هست، فایل VSCش نیست، اصلا شاید هم سمپل باشه، نمیدونم. همونطوری که میبینید ملودی بسیار کچی و خونه خراب کنه. یه حالت فریزی زیرش میاد که حجم میده بهش، یه دونه حالت کور میاد زیرش، و اینا همه با هم. یه تگ الکونویز، هم تگ سپیسیه. واو امیری. همونجوری که میبینید بچه اینجا یه دونه 2 تا بار اینجوری سکوت دادیم که دراپش یه ذره دیرتر بیفته. اون حالت اینتروش که میگه وو میفته اینجا. این یعنی جزو تنها کارهایی بودش که من روی این بیت انجام دادم، ولی کردیت زیاد به یانگ سپیسی و سوالک برای این بیت بسیار خفن. اینجا وارد دراپ میشیم. دراپ یه راست میاد توی کورس و تمام این ساوندایی که اینجا بود، یعنی لاین اول همین ویالونه و این فریزه، یه اکتاو میره بالا و یه فریز دیگه اد میشه. یه حالت نوت اکسنت سینتوریه و اینجا دراپ میشه. حالا اتفاق بعدی که توی اینجا بیت میفته درامزشه و فکر می‌کنم تقریبا که بقیه بیت هم خیلی ساده است، یعنی تمام لاینای بیت همیناییه که الان اینجا میبینید. کل درامو براتون میذارم به صورت سولو. چه پترن اسنری داره. خب اول از همه میرم سراغ لاین 808. لاین 808 همونطور که میبینید خیلی پیچیده نیست، خیلی ساده است. این از لاین 808ش و ساوندش هم اینه. اگه تو مثلا درام کیتاتون اگه دنبال ساوند میگشتید یه همچین چیزی برخوردید، بدونید که استفادهش دقیقا اینجوریه. چون خیلی وقتا پیش میاد مثلا یه سری ساوندا آدم توی مثلا درام کیتاش داره، تو نگاه اول تو نمیای اینو استفاده کنی، ولی وقتی اینو میذاری یکی که خیلی خوبم روش اد میکنی خیلی صدای خوب میده. مثل اینجا که ما رو میبره سراغ کیکمون. حرفی که زدم کیکمون کدومه؟ سوال خوب اینه. کیک ما دقیقا کدومه؟ اینه؟ آفرین.
کیکم که خب کاملا داره روی 808 میزنه. همونجوری که میبینی اینجا این کیک رو لوتر گذاشته. حالا نمیدونم از قصد بوده یا اتفاقی شده، ولی خلاصه این کیک هم پایین تره. این تش هم که میبینید کیک و 808 ها دقیقا همزمان رو هم نمیخوره. این باعث میشه یه ذره باونسش بالتر بشه. اینو میتونید تو بیتای خودتون امتحان کنید، مطمئنم میتونید نتیجه خوبی بگیرید. بریم سراغ های هت. بچه خیلی هایی میپرسن که مثلا درام از کجا شروع کنیم و فلان اینا. خیلی فرقی نداره، ولی من خودم شخصا درام که میخوام بزنم از های هت شروع میکنم و اسنر. این از پترن های هتش. خیلی براتون زوم هم میکنم که رولاشو دقیق ببینید. این رولا نمیم رو چه تایم سیگنیچر فکر کنم 1/6. خیلی این رولاش روی ریتم تریپلت 1/6 استپه. خواهین عوض کنید اینا رو میتونید بیاید از این بالا آهنربای. مطمئنم که خیلیتون بلدید، لازم نیست من بهتون اینو یاد بدم. و اینا از پترن های هتش. اسمش که خب خیلی ساده است، روی همون ضرب 3 و 7 میخوره. عجب صدایی داره اسنرش. اگه نسبت به پرودوسرها میخواین ساوند پیدا کنید، یه سری درام کیت هست به اسم لانچ 77. اینجا توی این لانچ 77 ها درام کیت های پرودوسرهای مختلف هست که مثلا اگه یه آهنگ گوش میدید خوشتون میاد، پرودوسرش میدونید کیه، خیلی از ساوندهایی که به استایل اونا میاد میتونید توی این درام کیت ها پیدا بکنید. که این ساونده. و این چه؟ یه ساوند دیگه هم داریم. یه اسنر دوم هم داریم که با این اسنر اولیه لیر شده و جفتش با هم این صدا رو میده. خیلی هارد و شگفت انگیز میزنه. تا اینجای کار اینا رو داشتیم. این سراغ این ساوند، نمیدونم این چیه. این هم یه اسنر دیگه است. آها، دیدین چی شد؟ این اسنر آخریه که میزنه یه ذره ریورب داره. این ریوربه باعث میشه که یه ذره انگار طولانی تر بشه باونسش. نمیدونم چجوری توضیح بدم. جدا از این میریم سراغ اوپن هتش. یه پترن خیلی ساده روی سرضربا میزنه. روی داون بیتا داره میزنه و بسیار باونس کار رو خفن میکنه. پترن بعدی این اسنر رولاست که به نظرم خیلی بیتو کری میکنه. بچه های دقت کنید گرید این اسنر رولا هم همش رو 1/6. خیلی کار رو باونسی میکنه، یه حالت تریپلتی میده، ولی خیلی باید حواستون باشه که ریتم اصلیش خیلی تریپلت نشه. اینا مثل یه حالت مثلا جایزه باشه این تریپلت ها که کل بیت با هم شکلی میشه. اینجا هم دوباره ورس شروع میشه و اینا دوباره میره رو حالت لو. اینجا هم دوباره چاپ میشه این ملودی. در اصل فکر کنم این ملودی که اینجا هست همین ملودی قبله.
و اینو اومده استرچش کرده و اینو که اومده استرچ کرده تایمش رو نصف کرده و این اینجوری میشه. از این تکنیک هم میتونید خیلی جا استفاده کنید. مثلا اگه یه ملودی طولانی دارید میتونید اینو استرچش کنید، کوتاهش کنید، اکتاوش رو ببرید بالا و اینجوری میشه. چیز خاص دیگه به غیر از اینا نداره به جز این اتفاقایی که اینجا میفته. در کل بیت خیلی پیچیده نیست ولی همیشه قشنگ بیت هم خب به پیچیدگی نیست دیگه. من تو همه ویدیو میگم هرچی بیت ساده تر باشه افکتیو تره و نمونه بارزش هم همینه. برعکس این بود از بیت امیری. بیت بعدی که میخوام باز کنم بیت کاناشیه. بیت کاناشی رو میخوام باز کنم. این بیت یکی از مورد علاقه ترین بیت هاییه که من توی عمرم زدم. خیلی بیتش رو دوست دارم، مثل بچه‌مه این بیت، ولی خیلی بیت خیلی برجش سنگینه، فکر کنم بذاره طول بکشه. به غیر از اون دم برعکسی که روی این بیت با هم کلاب کردیم گرم نیکو بیتس عزیز، یانگلاس که خیلی لاینای خفنی بهش اد کرد، پارسا کیو دبلیو و خود سهیل. خیلی روی این بیت من کار کردم خودم، بچه‌ام خیلی روش زحمت کشیدن و واقعا یکی از بیت‌های مورد علاقه من. این پروژه واقعا یکی از فیوریت پروژه‌های من. دوباره بازم میگم خیلی دوستش دارم و الان کاملا پروسه ساختش رو بهتون میگم. حالا من این قسمت رو اد کردم اولش که اجرای مهماندار داره میگه کمربندهای ایمنی خودتون رو ببندید و اینا. حالا دلیلش چیه؟ به خاطر اینکه من توی این بیت از صدای مثلا دیدید میشی تو ماشین کمربندتون نمیبندی بوق میزنه، دقیقا از اون صدا استفاده کردم که اینه. صدا رو رفتم از یوتیوب دانلود کردم. اینا توی یوتیوب هم کار سیت به آلارم ساوند افکت و اینو اومدم استرچ کردم که روی هر ضرب بخوره. این یه جورایی خب ساوندیه که باهاش شروع کردم بیتو و از اونجا اومدم یه سری ملودی بهش اد کردم. ملودی هم که اد کردم بچه واسه اینجور بیتا خیلی مثلا سعی کنید از تکسچر و اینجور چیزا استفاده کنید. اولین چیزی که اد کردم اینه، یه پیانوه که لو میزنه این شکل، چی روش بازه، یه دونه ایکیو فروش بازه که همه چی رو خفه میکنه. یکم یه سوی ریزی ازش هست، این تا دقت نکنی نمیشنوی. صدای بعدی که اد کردم از توی آنالوگ لبه و این صداه پریستش هم اینه، کریستال بلز و این هم دقیقا یه نوت میزنه. بعد از اینکه اینا رو اد کردم رفتم سراغ هایت و اسنرش که این از هایتش که این از هایتش و دوباره همین لوپ میشه. از هایت اسنر بعد از اسنر و هایت و اینا رفتم سراغ 808ش. باونسش خب باونسی که مثلا اگه گوش داده باشید مثلا توی خیلی از ترک های پلی کارتی میشنوید، یه باونسی که خیلی بالا پایین داره و 808ش یکم شلوغه و پترنش هم این شکلیه.
این تا اینجای کار. بعد از اینا اوپن هت و درامای دیگر رو اد کردم. بچه تو اینجور بیتا اوپن هت خیلی مهمه. مثلا پلی بوی کارتی تایپ میزنی، اوپن هت خیلی باونس تو خفن میکنه که پترنش هم ساده است، ولی در این سادگی بیتو اصلا از جاش یه کار میکنه از جات بلند شی. این هم از اوپن هاتش. ساوند بعدی که خیلی مهمه این ساوند کاوبلیه که خیلی معروفه، خیلی استفاده میکنن. پرودوسر مورد علاقه منم کاردو خیلی از این ساوند استفاده میکنه. جوری هم که استفاده میکنه دقیقا مثل این حالتیه که من این پترن رو چیدم. یه پترن ساده است همونجوری که میبینید، خیلی چیز خاصی نداره. این از درامای داستان ما. بجز این دراما و تمام اتفاقایی که میفته یه سری سینت و لاینای دیگه یانگلاس اضافه کرده که اینا خیلی خفنه. الان تگ یانگلاس برعکس یه یانگلاس با آتیش همین الان تو کامنت بذارید. چیزایی که یانگلاس اضافه کرد به بیت، من این بیت رو نصفه زدم براش فرستادم و اینا رو بهش اضافه کرد. و با کل بیت اینا این شکلی میشه. این تا اینجای بیت. به غیر از ملودی یانگلاس خودم من چند تا لاین اضافه کردم اینجا. یکی از لاینایی که اضافه کردم این پیانو است که این شکلیه. خیلی ساده ولی خیلی به باونس بیت کمک میکنه، خیلی روونش میکنه. با کل بیت همین شکلیه. ما میرسیم اینجا. حالا مشکلی که اینجا این قسمت این بیت داشت این بودش که یهو خیلی خالی میشد. برای همین یه حالت پد توری، نمیدونم اسمش دقیقا چیه، ولی یه ارگنی پدی چیزی آوردم اینجا. پریست بنز توی آنالوگ لب. نمیدونم دقیقا مال کدوم پکه، فکر کنم از این اکسپنشن پک هایی که خودتون اضافه میکنید آوردم، ولی صداش چیز خیلی ساده ایه. اینجوری صدا میده که باهاش این پترن رو زدم. و با کل بیت اینجوریه. حالا اتفاقی که اینجا میفته ته این پترن چیزیه که من خیلی دوست دارم. خب این پترن ایتویتو که بهتون نشون دادم، و این حالتی هم که بچه قطع میشه، اینو اگه من بس کنم میبینی خیلی یه ذره لوسه، ولی اینو اگه بیام قطعش کنم یه حالت سکته‌ای باحال بهش میده. بچه این دیتیل های کوچیک تو بیت خیلی میتونه تاثیر بذاره، حتما سعی کنید دقت کنید. خلاصه این بخش بیت هم تموم میشه، میره قسمت بعدی که بازم یه سری از لاینای یانگلاس هست توش که یه دونه بیس هم اضافه میشه بهش.
یه دونه اوپن هت هم اضافه کردم اینجا قضیه که پترنش اینه. که همه اینا با کل بیت به این شکله. برمیگردیم روی این پیانو و این پده و اینجا بچه‌ها پترن ایتویتش عوض میشه. پترن ایتویتش تبدیل میشه به این پترن. و کیکم روش میاد. و باز هی بین این پترن ها سویش میشه. و اینم از اینم از بیت کاناشی برعکس. چه کاناشی من خیلی دوست دارم، 100,000 بار گفتم. حالا پروسه ساختش هم خیلی بهم حال داد. بیت بعدی که میخوام راجبش صحبت بکنم بیت ترک دارکه، یعنی توی موزیک ویدیو دومین ترکیه که شما میشنوید. دارکه کارا دارکه رپ چیه چاقی سیسا پانکه. چند تا پرودوسر با هم نشسته بودیم. وکالای پوتی بود، پوتی روی بیت دیگه خونده بود، وکالاش بود و با وکالاش ما این بیتو ساختیم. همه بسترین حالت کارهایی که میکردن رو توش انجام دادن. حالا میریم دونه دونه لایناشون رو براتون باز میکنم ببینید. خب این بیتو بچا با سپیسی و پارسا و من و سویل و لیل اسی زدیم. هر کسی یه ور کار خلاصه گرفت و این بیتو ساختیم. این صدای ارگنیه که اینجا داریم که از توی آنالوگ لب آوردیم. اسمش هم A5 روتری ارگنه. 2 تا کرد خیلی هم ساده است. یک کرد F شارپ ماینوره و اینم F شارپ ماینور ساسپندده که فقط این نوت وسطش یه دونه میاد پایین. این بچه خیلی تکنیک باحالیه، میتونید ملودی دارک بزنید با این حرکت. خیلی هم ساده است. یه حالت ترسناک و دارکی داره. این تاش هم یه دونه دیگه از اینا داشت ولی اینجا چون اینو یونیک کردم نیومده، یعنی این دوباره تکرار میشه. دردن دردن. حالا به هر صورت این بچه دقیقا مثل همون کرده است که یه دونه نوتش فرق داره و اینم دقیقا از نوتای همون F شارپ ماینوری که داشتیم استفاده کردم. خیلی پترن ساده‌ای داره که رو کل بیت اینجوری میشه. حالا کاری که اینجا کردیم برای اول بیت، اینو 7 تایمش کردیم. توی اینترو یه سری ساوند افکت و حالت اکسنتور دیگه هست که این دوتاست. یه رو اد کردیم و چاپ کردیم. فقط هم توی اینترو هست، جای دیگه ای اینا نمیاد. تگ بچه ها لیلسی. خب
بریم سراغ المانای بعدی بیت. خب بچه درامشو من خیلی دوست دارم اینو. درامشو بیشتر درامشو من و اسپیسی و لیلسی زدیم، یعنی هر کدوم تقریبا مثلا یه لاینشو میزدیم بعد اون یکی دوباره ادیت میکرد. خیلی دقیقا یادم نیست کی چی کار کرد، ولی اسنر اصلیش ترکیب این دوتا صداه. یه دونه این پرک کانیه وسته یا حالا اسنر کانیه وست هرچی، یه دونه هم این ریم شاته با ریورب زیاد که این دوتا با هم اینجوری صدا میده. یه تیلی هم داره که حالا اونو شاید مثلا خالی گوش بدی بری بگیری، ولی یعنی حذفش کنی از توی بیت، ولی خب ممکنه باونس بده دیگه. واسه همین دست نزدیم و دیدیم که بله باونس هم میده. این از هایتش. این از یک کرشه و این اولین پترنشه که روی خود ملودی این شکلیه. بعد که به این پوینت رسیدیم اینو اضافه کردیم به بیت. و اسمش هم روش نوشته، از توی درام کیت BWB وان شاتیه که اضافه کردیم. خب پترنای دیگه بیت، کیک و اینا همه اینجا با هم روی پترن خیلی پروژه کثیف و همه چی تو همه، ولی یه کیکه که میزنه که پترنش اینه. پترناش هم بچه خیلی طولانیه. یه دونه اوپن هته که اینه. این مطمئنم کار رضاه. این از اوپن هتش. ساوند بعدی چیه؟ یه دونه هم اینه، اسنر دوباره. و این میشه صداهای درامز. و البته 808. 808ش هم بچه پترنش اینه. روی این دو تا نوته F شارپ میره G شارپ، دوباره F شارپ میره G شارپ و همجوری ادامه داره تا یه پوینت این وسط عوض میشه، میره این بارا، میره و اینجای بیت که میرسه یه پترن دیگه از ملودی ما اضافه کردیم که اینه. اینو فکر کنم خودم زدم، یادم نیست دقیقا کی چیو زده، ولی هممون داشتیم خیلی کار میکردیم تو سشن. و اون ساوند ملودی دوباره برمیگرده. آها و اونجایی که گفتم پترن ایتوید عوض میشه دقیقا اینجاست.
شارپ بره میاد همینجوری سمت بالا. این هم چیز خاصی نیست و میریم سراغ تیکه بعدی بیت. میریم سراغ تیکه بعدی که جایی که بیت سویچ میشه گامش و فکر کنم همه چی 3 تا سمیتون میره بالا. بچه اینم کاملا اتفاقی شد، یعنی یه ور بیتو ترانسپوز نکرد. فکر کنم کی داشت این کارو میکرد یادم نیست، خلاصه یادمه که این اتفاقی شد که این سویچ رو گذاشتیم توی بیت. همه چی رو 3 سمیتون بردیم بالا، تمام چیزایی که المانای ملودی داره، یعنی بجز درام همه چی رو 808 اینسترومنت ها همه چی رو 3 تا سمیتون یا 3 تا نوت بردیم بالا. و اینجا دوباره برمیگردیم به پیچ اصلی آهنگ. بعد دیگه بیت دقیقا تمام اون المانایی که گفتم و دیگه داره میره جلو تا این قسمت اوترو که این هستش. قسمت اوترو هم خیلی چیز پیچیده نیست. تنها نکته‌ای که داره اینه که باید از صدای خیلی حجیم استفاده کنید. من معمولا از سینت CS80 استفاده میکنم برای اینجور ساوندا. اولین اینسترومنتی که داره اینه. بچه اگه دقت بکنید یه حالت رو به بالایی داره دیگه، این خیلی مهمه که اوج بگیره بعدم خیلی مثلا با اون کورد اصلی آهنگ تموم بشه. این صداش هم توی همون CS80 و پریستش هم کول پده. حالا نمیدونم هیچ ادجاستمنتی انجام داده باشم یا نه، ولی فکر میکنم همجوری خود همین پریست هم وردارید همین صدا رو میده. ساوند بعدی که اضافه کردم این پده که دیپ ماجولیتور پریستش توی همون CS80 و این آکوردهای آهنگ روش زدم. این یه چیزی که تمام این چیزا رو به هم بچسبون و یه حالت مثلا کاملی بگیره اون لیدیه که آخرش اضافه میشه که از توی کورگ MS-20 آوردم و پریستش هم هایپره. بچه اینجور سکشن های سینت بزرگ رو میخوایم مثلا درست کنی چند تا نکته داره. یکی این که خیلی مثلا وسواسی نباشید رو کوانتایزش. میبینید خیلی از این چیزهایی که اینجا زدم مثلا کوانتایز نیست و این باعث میشه که خیلی طبیعی تر به نظر برسه. و اینکه زیر ساختش رو درست بکنید، کوردای زیرش رو بچینید و بعد لید روش اد بکنید مثل این.
اینم از این برعکس، اینم از بیت دارک. بچه یه دونه بیت دیگه مونده بود که اون بیت بی بی یا همون بد بیه، اون بیت هم باز نکردم به دلیل اینکه خیلی ویدیو فکر کنم طولانی شد. بیتش هم خیلی ساده است، فکر نکنم چیزی داشته باشه که کسی نتونه انجام بده یا سوالی براش پیش اومده باشه. در صورت اگه اونم خواستید باز کنم حتما تو کامنت برام بنویسید، توی ویدیو جداگونه براتون بازش میکنم که ببینید. و غیر از این حرفی نمیمونه. لایک و کامنت و ساب یادتون نره. ممنونم که ویدیو رو تماشا کردید. سعی میکنم تو سال جدید میلادی خیلی بیشتر فعال باشم اینجا، ویدیوهای بیشتری بذارم. یه پوشم بدید که چنلم مانیتایز شه که بتونم بیشتر اینجا فعالیت بکنم. عشقای منید، میبینمتون.